أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتاب ما و شما 15 درس یا 15 باب را گرفتیم و حالا باشد باب 16 را و همچنین می توانیم بگوییم که درس 16 را از این کتاب به سمع شما خواهیم رسانید. هر کسی که این کتاب را دارد پس صفحه 12 را بکشاید که در صفحه 12 چنین نوشته شده است که الباب السادس عشر، یعنی که باب 16 از 22 باب صرفی. پیش از اون که این کتاب را بخونیم، اولا اینجا را میبینیم که الباب السادس عشر، یعنی که باب 16 از 22 باب صرفی. یادتان باشه ما و شما گفتیم که 22 باب صرفی به 4 قسم تقسیم می شود. 6 باب اول را بابهای ثلاثی مجرد می گویند و 12 تا بعدش را بابهای ثلاثی مزید می گویند. پس حالا ما و شما در بابهای ثلاثی مزید قرار داریم، در بابهای ثلاثی مزید. پس این درس امروزه ما و شما درس 16 از بابهای ثلاثی مزید در باب 10 می باشد. باب 10، یعنی باب 10 از بابهای ثلاثی مزید و باب 16 از 22 باب صرفی. پس این باب 10 ما و شما چطور گفتیم 12 باب ثلاثی مزید، 3 باب اولش یک حرف زایده دارد، 5 باب بعدش 2 حرف زایده دارد. اینها را خلاص کردیم. حالا ما و شما در باب‌هایی هستیم که 3 حرف زایده دارد، یعنی که 3 حرف زایده در اون باب‌ها وجود دارد. ببینید صفحه 12 میگوید که الباب السادس عشر، باب 16 از 22 باب صرفی. وزنه افعول یفعول افعالا. دقت بتید، افعول یفعول افعالا. پس این ترازوی باب 16 است یا باب 10 ثلاثی مزید است. اعشوشب افعول یفعول افعالا، این ترازو است. و کلمه هموزن این موزونش اعشوشب یعشوشب اعشیشبا، اعشوشب یعشوشب اعشیشبا. خب اکنون بیایید ما و شما گفتیم در اینجا 3 حرف زایده است. درس گذشته هم کلمه را گرفتیم که فعل را گرفتیم که 3 حرف زایده داشت. این دوم وزنی هست که 3 حرف زایده دارد. پس اون حرفای زایده کدام است؟ دقت بتید، از بدان ما و شما دیگه را میدانیم. پس اینجا الف حرف زایده است، همزه حرف زایده است و این عین با واو یا این عین با واو، از 2 تا این عینا یک تاش و این واو زیاده است، حرفای زایده است. پس میتونیم بگیم که این طور هر دینها حرفای زایده است، زیرا که ما در 2 تا عین داریم، یک عینش اصلی میگیریم، یک عینش زایده میگیریم. پس ما میتوانیم که بگیم که این عین و واو زایده است، یا میتونیم بگیم که واو با این عین زایده است. پس ما این را اختیار کردیم. ببینید ف و عین و لام اصل کلمه است. پس در اینجا الف و عین و واو زایده است. این در ترازو. در موزون هم همچنین، در کلمه هم نگاه کنید، الف زایده است و شین یکم با واو زایده است. پس اصلی کلمه چی است؟ اصلی کلمه عاشبه یا عاشوبه.
میتونیم شیبه بگوییم، عشیبه یعشبو از باب چهارم، یا میتونیم عشوبه بگیم از باب پنجم. عشوبه یعشبو یعنی که این از دو باب آمدگی است در ثلاثی مجردش. عشوبه یعنی علف برآورد. زمین دکی اگر که علف براید، سبزه که برآمد، انا همون سبزه برآمدگی را عربا میگن عشیبه الارض یا عشبت الارض، یعنی که زمین علف برآورد، سبزه برآورد. خب این معنای ثلاثی مجردش است. اکنون ثلاثی مزید برود باب 16 هم از باب پنجم را باب چهارم یا باب پنجم را ما باب 16 بریم. برای چی ببریم و چی فایده دارد انشاءالله بیان خواهیم کرد. پس ببینید صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که وزنه افعال یفعل افعالا. همچنین پیش از اونه که در توضیح بداریم بیایید یک مسئله دیگر هم توضیح بدیم. افعال فعل ماضی، یفعل فعل مضارع، افعالا مصدر هست. پس ببینید در اینجا واو داریم، در اینجا واو داریم، در اینجا واو نیست. این واو کجا شد؟ پس در اینجا ما میتونیم بگیم که افعال اصل کلمش به این طریق است. افعالا. دقت بدید. افعالا. افعالا زیرا که واو این همین واوهای هست که در اینجا ما میبینیم. ببینید در فعل ماضی واو، در فعل مضارع واو و در مصدر این یا شده است. اصلش افعالا هست. پس ما قاعده داریم که واو ساکن ما قبل مکسور را قلب میکنن به یا، قلب میکنن به یا. این واو رو یا میگردونیم. وقتی واو یا گردونیم برای چی بگن واو یاش گردونیم؟ میگیم واو ساکنه. ببین ساکن دارد، واو ساکن داری، پیش خودش کسره دار، پیش خودش زیر دارد. ببینید کسره، پیش خودش کسره دار را قاعده است در زبان عربی که قلب یاش میکنن، قلب یا میکنندش. پس واو قلب یا شد. پس افعالنش میگیم، نمیگیم افعیو نمیگیم، افعی میگیم، افعالا. پس این قاعده را همچنین در ذهنتون داشته باشید. خب میبینیم که صاحب کتاب چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که و علامته. اکنون نشانه باب 16 هم ما از کجا بدانیم کلمه اعشا و شبه از باب 16 هست؟ نشانه و علامتش چی است؟ میگوید که نشانه و علامتش همین است که ان یکون ماضیه على 6 احرف. میگه فعل ماضیش حساب که میگه 6 تا حرف دارد. فعل ماضی چند حرف دارد؟ 6 تا. حساب کنید 1 2 3 4 5 6 تا. الف عین، الف فا، عین واو، عین لام. 6 تا حرف دارد. در موزون هم ببینید 1 2 3 و 4 و 5 و 6 تا. 6 تا حرف دارد. هم در ترازو هم در موزون 6 تایی حرف دارد. پس این علامتی بابی 16 است. یکم. دوم، اکنون باز یگان علامتی با واضح ترش همین است که بزیادت الهمزه فی اوله. در اولش میگه ببین که همزه داریم، همزه را ما زیادی کردیم. چطور گفتیم که اینها حرفای زایده هستند؟ حرف همزه در اولش زیاده است، حرف زایده است. یکم با چی است؟ میگه که در اینجا در کتاب غلط شده است. پس شما کسی که این کتاب را دارد پس بنویسید. بعد بزیادت الهمزه فی اوله علامت بگذارید، بنویسید که والواوی و حرفین. انا دو کلمه را بنویسید، والواوی و حرفین، بعد آخره خودش هست. یعنی در بین فی اولهی بعد همینو پیش ای آخره علامت بگذارید، بنویسید که والواوی و حرفین آخره. یعنی که با زیاد کردن حرف واو و یک حرف دیگره، حرف واو یک حرف دیگره. اون حرف دیگر کدام حرف است؟ من جنس عین فعله، از جنس عین است. یعنی عینش دو تا میکنیم، عین چکار میکنیم؟ دو تا میکنیم. لیکن در بین دو عین یک واو رو میاریم. ببینید شین عین کلمه است، ما شین دو تا کردیم، در بینش یک واو آوردیم. میگه دو تا میکنیم، در بینش یک چی میاریم؟ یک واو میاریم. من جنس عین فعلی، از جنس عینش است. پس در اینجا کلمه
واو نایستگی است، این غلط است. این را بشکید و این را نابود کنید. بین العین و اللامی. اکنون اون میگه در بین عین، در بین چی هست؟ در بین لام هست. یعنی بین عین و در بین لام. پس با موافق گفته این کتاب حالا بگیریم ما، پس حرف زایده این واو قطعی این عین است. یعنی که این عین زایده نبوده است، این عین زایده بوده است. این عین حرف زایده بوده است. یعنی که این واو قطعی این شین هر دوش حرفای چه بوده است؟ حرفای زایده. باز یک علامت دیگر میگذاریم. ما گفتیم که کدامش بگیریم زایده میشود، لیکن صاحب کتاب میگه این زایده است. پس این رو همچنین در ذهنتون داشته باشه. چطور گفتیم کدامش بگیریم میشود، زیرا اینکه بعضی گپا هست که عین یکم زایده، بعضی میگن نه عین دوم. خلاصه صاحب کتاب این را عین دوم اختیار کرده است. پس شما میتونید همچنین عین دوم زایده بگویید. عین یکم اصلی است بگویید و عین دوم زایده است. خب اکنون این نشانه اش بود. نشانه اش همین بود است که همزه زایده دارد و یک واو و در بین عین و لام کلمه یک واو و یک عین دیگر از جنس عین زیادتی کردگی هستیم. پس این نشانه اش است، این علامتش است. خب اکنون حالا ما شناختیم که این باب این از باب 16 هم است. اکنون شناختیم و بیناش ساختش برای چی است؟ به خاطر چی ما عشوبه را یا عشیبه را بیاریم باب 16 اینقدر مشکلش کنیم بگیم اعشا و شبه؟ این چی فایده دارد؟ ساختش برای چی است؟ صاحب کتاب میگوید که و بناؤه و ساخت باب 16 هم للمبالغه لازمی، برای مبالغه لازم است. ما و شما مبالغه لازم یک بار گرفتگی هستیم. نه باب چندم بود؟ مبالغه لازم از ثلاثی مزید بود باب 12 هم. آفرین، هر کسی که میداند پس نوش جانش که باب 12 هم همچنین باب مبالغه برای لازم است. باب چی بود؟ احمر، افعل، باب از ثلاثی، باب مبالغه برای لازم بوده است. اکنون مبالغه گفتیم زیادتی نشان دادن در همون فعل. مثلا الف برآمد، وقتی این باب بیارم الف زیاد برآمد، بسیار برآمد. خب بیایید میبینیم که مثالش در چی میگم. لانه یقال عشب الارض. ببینید عشب الارض، همچنین عشبه گفتن هم چی بوده است؟ جایز بوده است. پس عشبه، 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 سه وجه حرکت گذاری در این جایز است. خب میگه که عشب الارض، میگه که عشب الارض یعنی که الف برآورد زمین. دقت بتید. مثلا می نویسیم که عشب الارض، عشب الارض. دقت بتید. عشب الارض، عشب الارض یعنی که زمین الف برآورد، زمین سبزه برآورد. این معناش است. میگوید که و یصح عشبت الارض، لیکن با درست است، میگه با طریق گفتن رو میگه که میشه بگیم که عشبه. ببینید عشبت الارض، عشبت الارض، عشبت الارض، عشبت الارض. ارض مؤنث که است، برای تی مؤنث رو آوردیم. عشبت الارض یا عشبت الارض یا عشبت، یعنی که شین سه حرکتش تو جایز است. عشبه هم جایز است، عشبه هم جایز است، عشبه هم جایز است. سه حرکت دادن جین حرف شین جایز است. پس چی میگه؟ میگه که عشبت الارض، عشبت الارض یا عشب الارض. چیکار کرد زمین؟ میگه اذا نبت على وجه الارض في الجمله، وقتی که الف بروید در بالای زمین عادی، یعنی الف بروید کمتر الف بروید، همین بعد عرب میگه عشب الارض یا عشبت الارضش میگه. کمتر الف برآمد انا همین طور عرب میگوید. اکنون میگه و یقال، اکنون با میگیم اعشوشب الارض یا اعشوشبت الارض. ببینید اعشوشب الارض، اعشوشب الارض.
اعشوشبه که به خاطر چی میگویه؟ میگه اذا کثر نبات وجه الارضی، وقتی که همون علف زمین زیاد شود. مثلا دیدیم یک زمین رو که علف سبزه بسیار برآمدگی است، در این صورت میگیم که اعشوشب الارض. یعنی چیکار کرد؟ یعنی که علف زمین بسیار برآمده است، علف زیاد است. چرا که ما گفتیم که مثلا حمیره، ببین ما میگفتیم که حمیره یعنی که سرخ شد. وقتی که ما بگیم احمر یعنی زیادتر سرخ شد، احمر زیادتر، حمیره سرخ شد، احمر بسیارتر سرخ شد. انا همین طور عشب الارض یعنی که سبزه برآمد در بالای زمین، اعشوشب الارض بسیار سبزه برآمد. پس برای چی بود است؟ مبالغه، یعنی زیاد نشان دادن. بسیار علف که باشه عرب میگه اعشوشب الارض، یعنی که زمین ده علفش زیاد شد. خب برای مبالغه چی بود است؟ لازم. و همچنین یک مثال دیگر هم در اینجا نوشته میکنیم به خاطر فهمیدن این مسئله. دقت بتید. مثلا یک انسان میگوید ما طار، ببینید ما طار السماء، ما طار السماء، ما طار السماء یعنی که باران بارید، از آسمان باران بارید. ما طار السماء از آسمان باران بارید، یعنی باران باریده کم و بیش همون رو عربا میگن مطر السماء. اما بارانی ما و شما میگیم شاخلم، بارانی بسیار ریخت. در این صورت انا همین مطره را باب 16 میارد عرب. بعد چیزش میگه که ایم، دقت بتید، ایم تاو تا را، ببینید میگه که ایم تاو تا را السماء، امطار السماء یعنی چی؟ یعنی که باران شاخلم بارید. یعنی ببین برای چی شد؟ برای کثرت، برای مبالغت، برای زیاد نشان دادن. مطر السماء باران بارید، امطار السماء یعنی باران زیاد بارید. دیدید برای چی بود است؟ برای مبالغه، برای بسیار نشان دادن، برای بسیار نشان دادن. پس این بود باب 16. اکنون اعرابش بیان میکند. اعشوشب الارض، اعشوشب فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، الارض فاعل مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره. با همین باب 16 اکنون به آخر رسید. پس باب 16 برای مبالغه لازم بوده است، به مثل باب چند؟ به مثل باب 12، به مثل باب احمر برای مبالغه لازم بوده است. و اکنون باب 16 باب 10 ثلاثی مزید یا باب 16 از 22 باب صرفی، اشتقاق های 12 گانه اش چی طور می شود؟ زود این را می گیریم و این باب رو به آخر می رسانیم. این هم همچنین به مثل فعل هایی هست که یگان تغییرات زیاد نیست، یعنی که آسان هست. اعشوشب فعل ماضیش چی بوده است؟ اعشوشب، ببینید اعشوشب یعنی علف بسیار برآمد. پس شما میتونید که 14 صیغه‌اش را بگید که اعشوشب 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 اعشوشبت اعشوشبنا اعشوشبت اعشوشبتم اعشوشبتم اعشوشبت اعشوشبتم اعشوشبتن اعشوشبت اعشوشبنا. 12 14 صیغه‌اش. با بگیرید مجهولش کنید. چطور گفتم که فعل لازم مجهول نمیشه. اصلا این فعل لازمه، مبالغه لازمه، گفتیم متعدی نیست. یعنی که ببینید ما وقتی که این باب در میاریم این لازم است، مفعول بهی ندارد، لیکن ما مجهولش میکنیم به خاطر چی؟ به خاطر تعلیم است. اصلا مجهول باید طریق دیگر میشه، دونه در کتابای بعدی میخونیم، لیکن به خاطر تعلیم بیاد مجهولش کنید. چی میشود؟ وقتی ما میخوایم مجهول کنیم ما قبل و آخر رو کسر میکنیم و اولین حرف متحرک رو دم میکنیم، میشود اعشوشب. این الف این اولین متحرک پیروی میکنه، میشود اعشوشب. اعشوشب 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 اعشوشبت اعشوشبت اعشوشبنا اعشوشبت اعشوشبتما اعشوشبتم اعشوشبتی اعشوشبتما اعشوشبتنا اعشوشبتو اعشوشبنا. انا همین طور 14 صیغه‌اش. خب بعد از این چی میشه؟ فعل مضارع. یعشوشبو فعل مضارع چی بوده است؟ یعشوشبو
یعشوشبو. یعشوشبو فعل مضارع است، یعنی که الف میبراید. یعشوشبون یعشوشبون تعشوشبو تعشوشبون یعشوشبن تعشوشبو تعشوشبون تعشوشبون تعشوشبین تعشوشبون تعشوشبن اعشوشبو نعشوشبو 14 صیغه‌اش. و مجهولش که میکنیم ما قبل آخر رو فتح میکنیم، حرف مضارعات رو دم میکنیم، میشه چی؟ یعشوشبو یعشوشبو. پس 14 صیغه‌اش شما خودتون بگید که یعشوشبو یعشوشبون یعشوشبون تعشوشبو تعشوشبون یعشوشبن تعشوشبو تعشوشبون تعشوشبون تعشوشبین تعشوشبون تعشوشبن اعشوشبو نعشوشبو 14 صیغه مجهولش. پس اسم فاعلش چی میشود؟ شو. ببینید شو معشوشبون معشوشبون اسم فاعلش است. 6 صیغه دارد، شما خودتون بگید. بعدش معشوشبون ما قبل آخر رو فتح میکنیم معشوشبون. و این فعل لازم است، چطور گفتیم که اصلا اسم مفعول ندارد، لیکن به خاطر تعلیم ما این را نوشته میکنیم. اسم مفعول میشد با متعدی کردن حرف جاره، یعنی معشوشبون علیها. معشوشبون علیها باید بگوییم، اما این را در کتابای بعد ان شاء الله خواهیم خواند. اما به خاطر تعلیم شما این را نوشته کنید. معشوشبون 6 صیغه داره، صیغه‌اش شما خودتون بگویید. پس فعل جهدش چی است؟ لم یعشوشبو لم یعشوشب لم یعشوشب، یعنی که الف نبرآمد در زمان گذشته. لم یعشوشب. پس 14 صیغه دارد، بگویید که لم یعشوشب لم یعشوشب لم یعشوشبو لم تعشوشب لم تعشوشب لم تعشوشب لم یعشوشبن لم تعشوشب لم تعشوشب لم تعشوشب لم تعشوشبن لم تعشوشب لم تعشوشب لم تعشوشب لم تعشوشبو لم تعشوشبی لم تعشوشب لم تعشوشبن لم اعشوشب لم نعشوشب 14 صیغه‌اش. با مجهولش که لم یعشوشبو همینطور 14 صیغه‌اش رو بگید. بعد از این فعل نفی است که لا یعشوشبو لا یعشوشبو لا یعشوشبو یعنی الف نمیبرارد. لا یعشوشبو الف نمیبرارد. پس 14 صیغه‌اش رو همچنین بگید که لا یعشوشبو لا یعشوشبو لا یعشوشبون و با مجهولش کنید که لا یعشوشبو لا یعشوشبون لا یعشوشبون 14 صیغه‌اش. بعد فعل امرش میشود اعشوشب اعشوشب یعنی الف ببرار. اعشوشب الف بسیار ببرار، زیرا که برای مبالغه فعل لازم است. اعشوشب یعنی الف بسیار ببرار. اعشوشب فعل امر است. پس این 6 صیغه دارد، شما خودتون بگید. بعد از این فعل نهی است که لا تعشوشب لا تعشوشب لا تعشوشب لا تعشوشب معناش چی است؟ یعنی که الف نبرار. الف نبرار. لا تعشوشب الف بسیار نبرار. پس این 8 صیغه معلوم دارد و 14 صیغه مجهول، شما خودتون بگید. اسم زمان و مکانش به مثل چی است؟ اسم مفعول هست. معشوشبون به مثل اسم مفعول هست. اسم زمان و مکانش همچنین مصدر میمیش، یعنی 4 چیز. اسم مشترک، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، مصدر میمی. 4 تا به عوض میآید. اسم حالت از این باب نیست، اسم تفضیل همچنین از این باب وجود ندارد. پس این هست درس امروزه ما و شما و این هست باب 16 از 22 باب صرفی یا باب 10 از 12 باب ثلاثی مزید. این هست درس امروزه ما و شما. پس درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم. پس شما میتوانید که امتوتر را و مثل همین 12 اشتقاقات بگید که امتوتر امتوترا امتوترو امتوترت امتوترتا امتوترن امتوترت امتوترتم امتوترتم امتوترت امتوترتم امتوترتن امتوترت امتوترن 14 صیغه معلوم. و مجهولش که امتوترا 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 امتوترو امتوترت امتوترتا امتوترن امتوترت امتوترتم امتوترتم امتوترت امتوترتم امتوتر تن امتوترت امتوترن 14 صیغه مجهول. با مضارعش کنید. یمتوتر یمتوترون یمتوترون تمتوتر تمتوترون یمتوترن تمتوتر تمتوترون تمتوترون تمتوترین تمتوترون تمتوترن امتوتر نمتوتر. با مجهولش که یمتوتر یمتوتر
یمتو ترون یمتو ترون تا آخرش بگیرید فعل اسم فاعلش ممتو تیرون اسم فاعل ممتو ترون اسم مفعول لا یمتو لم یمتو تر لا یمتو ترو امتو تر فعل امرش امتو تر لا تمتو تر فعل نهش و اسم زمان و مکانش ممتو ترون همچنین مصدر میمیش که بر وزن اسم مشترک میاد که ممتو ترون. پس این هست درس امروزه ما و شما و این هست تصریفاتش و به این طریق گفته می شود. پس اینها را شما خودتان در دفتران نوشته با ترجمه هایشان نوشته حفظ کنید تا اینکه زباناتان گفتن این کلمه ها را عادت بکند. پس این بود درس امروزه ما و شما و درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم و تا درس آینده یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید، زیرا که این آلت و این سبب است و یا این وسیله است که به حقیقتی گپ عرب یا به حقیقت قرآن و سنت، معنای قرآن و سنت ما و شما را میرساند. وقتی که ما اینها را فهمیدیم پس قرآن و سنت را درست میفهمیم. وقتی که این چیزها را که ندانستیم با عرب درست گپ زدن نمیتوانیم یا قرآن و سنت را، گپ عالم ها را، کتاب ها و حدیث ها و اینها تفسیر و اینها را درست فهمیده نمیتوانیم اگر این چیزها را ندانیم. از این حساب هر کسی که میخواهد حقیقت را بداند، قرآن و سنت را بداند، پس بیاید مرحمت اینها را از خود بکند تا اینکه درست عربی را گپ زند و درست عربی را بفهمد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.